اگه میخوای یه باقالی قاتق به سبک اصیل گیلانی درست کنی تا انتهای این ویدیو با من همراه باش. برای درست کردن یه باقالی قاتق اصیل نیاز داریم به کره یا روغن حیوانی. تو باقالی قاتق اصیل حتما از کره یا روغن حیوانی استفاده میکنن و مقداری هم روغن مایع بهش اضافه میکنن. مخلوط برگ سیر و سیر رنده شده. اگر برگ سیر در دسترس نداشتین فقط از سیر استفاده کنید، ولی برگ سیر طعمش رو بهتر میکنه. به همراه نمک و فلفل و یه مقداری زردچوبه سیرا رو داخل روغن سرخ میکنن. تو این مرحله اگه فقط از سیر استفاده کردید میتونید یه مقدار شیبید خشک هم داخل روغن بریزید و سرخش کنید. وقتی سیر داخل روغن سرخ شده یه مقدار تغییر رنگ داد، وقتشه که باقالی ها رو بهش اضافه کنیم. این باقالی که من دارم استفاده میکنم باقالی پاچه پاییزه است که خیلی هم خوشمزه است. که باقالی قاتق یا همون باقالی خورشت با این باقالی و برگ سیر فوق‌العاده خوشمزه میشه. حالا باقالی ها رو با برگ سیر و سیری که تفت دادم دوباره حسابی تفت میدم. این مرحله تفت دادن خیلی رو طعم خوب باقالی خورشت ما تاثیر میذاره. حالا یه چیز خوشمزه دیگه هم بهتون یاد بدم، این که یه تیکه نون ترجیحاً سنگک یا بربری رو داخل روغن باقالی خورشت بزنید. انقدر این نون خوشمزه است که اگه یاد بگیرین دیگه مرتب یه نون داخل روغن خورشتتون میزنید. حتی به جرئت میتونم بگم که این نون از نون زیر کباب هم خوشمزه تره. حتما یه بار امتحانش کنید، مطمئنم شما هم مثل من عاشقش میشین. بعد اینکه باقالی ها رو هم تفت دادیم من 1.5 لیوان بهش آب اضافه کردم. اگه هنوز داخل چنل من سابسکرایب نکردین چنلم رو سابسکرایب کنید که کلی آموزش های خوشمزه دیگه تو راهه. وقتی آب خورش شروع به جوشیدن کرد وقتشه که تخم مرغ ها رو اضافه کنیم. من 2 تا تخم مرغ رو دونه دونه و آهسته به خورشت اضافه کردم. بعد در گمج رو روش میذاریم. راسته باقالی قاتق اصیل حتما داخل گمج پخته میشه و بعد از اینکه خورشتمون جا افتاد یه باقالی خورشت عالی و معرکه داریم. حتما به این روش امتحان کنید، مطمئنم عاشقش میشین. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر چنل مهتاب پز رو سابسکرایب کنید.